دیشب رفتم پیش دکتر. گفتم دکتر، خنده هام تموم شده. یه نگاه کرد، گفت گوشی تو بده. رفت یوتیوب، زد روی جوپاکس، گفت همین نسخه ست. روزی 3 وعده، بعد غذا بخند. سلام بچه ها، من جوپاکم. اینجا کانال جوپاکسه. جایی که خنده متولد میشه و غم خاک میشه. جایی که نخندیدن خودش یه جرمه. امروز میخوایم زنگ بزنیم به 30 تا مخترع، ببینیم چی چیزای عجیب ساختن. ولی صبر کن. حالا که گپ از مخترع شد، یه جوک بگم. یه بار یه مخترع دیده بودم. یه دستگاه ساخته بود که اگه داد میزدی کباب، خودش سیخ و زغال و گوشت و ردیف میکرد. فقط یه مشکل داشت. هر بار روشن میشد، داداش کوچکش رو کباب میکرد. خب، بریم سراغ اولین مخترع ببینیم چی ساخته. اولین مخترع در ارتباطیم. امیدوارم چیزی اختراع نکرده باشه که آدمو از زندگی سیر کنه. مثلا یه دستگاهی که با هر صدای گربه آدمو بیدار کنه با لگد. سلام استاد جان، من یه دستگاه ساختم که هر وقت یکی بخواد دروغ بگه یه کشیده میزنه تو گوشش. آفرین، بالاخره یه اختراع برای آدمای قسم میخورما. ولی فقط یه سوال، اینو خانومت سفارش داده یا خودت از ته دل ساختی؟ نه، خیلی کاربردیه. یکی گفت من ماهی یه کتاب میخونم، دستگاه یه کشیده زد، طرف افتاد روی کتابا، شاید کتابخونه. داداش این دستگاهو بدی به مدیر مدرسه، ما هر زنگ تفریح چک بارون میشه. میگه ما اینجا آزادی بیان داریم. دستگاه شلپ میگه شوخی کردم. یه مدلم برای سیاستمدارا ساختیم که اصلا خاموش نمیشه، تا باتری تموم شه فقط میزنه. پس یه مدل شارژی هم بساز، وصل کن به شبکه خبر، هر ثانیه یه بوم. یه بار یکی گفت رژیم دارم، دستگاه زد، نون ساندویچ رفت تو کولر. داداش این اختراع تو ترکیب دروغ سنج، کرچک ریز و بکسور وزن سبکه. فقط خدا کنه نسخه بعدیش از تو سوال نپرسه، چون خودت بری زیر مشت. نسخه جدیدش بعد هر دروغ یه قاشق روغن کرچک میریزه تو دهن. آفرین. این نه تنها دهنو میبنده، سیستم گوارش ملت رو هم ریست میکنه. یه دستگاه هم بساز که با هر چرند گفتن دماغ آدم کش بیاد، ببینیم چند نفر دماغ دراز میشن. خب دوباره برگشتیم به سرزمین عجایب تکنولوژی. فقط امیدوارم این یکی نیاد بگه قابل مشو با وای فای سینک کرده با مغز پدرزنش. بفرما مخترع بعدی، بزن به ترکون ببینیم چی ساختی. الو سلام، من یه قاشق اختراع کردم که میتونه حرف بزنه. چی؟ قاشق حرف زن؟ داداش اینو ساختی واسه غذا یا داری باهاش مشاوره ازدواج میگیری؟ نه، این قاشق واسه غذا خوردن حرف میزنه، راهنمایی میکنه، تشویق میکنه، هشدار میده. یعنی قاشق میگه جون عزیزت یه بار بجو، بعد قورت بده مغزت بخوابه. بابا ما از مامانمون فرار کردیم، حالا قاشق میخواد تربیتمون کنه. مثلا میگه اول سبزیجات تو بخور، بعد برو سراغ برنج. داداش این قاشق نیست، این مربی بدنسازیه که از باشگاه اخراج شده، حالا افتاده تو بشقاب ما. حتی یه نسخه داریم که با صدای مادرانه حرف میزنه. یعنی وسط خوردن قاشق میگه پسرم نون تو بپیچ تو لقمه بعد بخور گلم. فقط کم مونده آخر غذا بگه برو مسواک بزن بعد بخواب عزیزم. در آینده میخوایم چنگال، بشقاب و لیوان رو هم سخنگو کنیم. ای خدا. فردا با بشقاب دعوام میشه، لیوانم قهر میکنه، چنگالم با من لج میکنه، آخر سر قابل من میره با کتری ازدواج میکنه. داداش قاشق ساختی که از پدر من بیشتر حرف میزنه. برو بعدی، فقط لطفاً دیگه کسی نیاد بگه دمپایی سخنگو ساخته. الو بعدی، بیا ببینیم این یکی دیگه چی اختراع کرده. خدایا فقط بالشو به وای فای وصل نکرده باشه که خوابا آپدیت شن به نسخه 3 کوینز. الو سلام، من یه بالش هوشمند ساختم که قبل خواب قصه میگه تا فقط خوابای خوب ببینی. چی؟ بالش قصه گو؟ یعنی بالشت مامان بزرگ شده؟ فقط به جای نون و پنیر رویا تحویل میده؟ دقیقاً. مثلا میگه یکی بود، یکی نبود، امشب قرار یه یونیکورن سوارت کنه بره تو آسمون. بعد ذهنت پرواز میکنه.
اوه خدای من، یعنی الان بالشو بغل میکنی تو خوابت میشی شاهزاده سرزمین پافک نمکی؟ آره. یه بار یکی خوابید. گفتم برو تو قطار هری پاتر. صبح بیدار شد با لهجه بریتیش گفت What time is at low؟ بالش نیست داداش، جنگیر دیجیتاله. فقط دعا کن باتریش تموم نشه که یه وقت نیمه شب خواب نبینی با دمپایی تو مدرسه لختی. یه مدلم داریم که فقط خواب موفقیت میده. اسمشو گذاشتم نسخه میلیارد. او نسخه میلیاردر. خب منم میخوام بالش بسازم که بگه به خواب عشقم، فردا صبح مدیر عامل تسلا میشی. جدی میگم. نسخه بعدی قبل خواب تو گوش میگه تو خاصی تو لایق بهترینایی. قشنگه. فقط اگه یه شب بالش گفت برو دیگه دوستت ندارم، من همون لحظه قشنگ از پنجره پورتش میکنم تو کوچه. نه. هوش عاطفی داره. بالش همیشه عاشقته. بالش عاشقم شده؟ داداش این تخت خواب نیست، این سریال نتفلیکس عاشقانه ست. فقط مواظب باش بالش با پتو قهر نکنه، خوابمون خراب میشه. خب تماس ما با ساستا مخترع انجام شد. یکی قاشقو فرستاد کلاس زبان، اون یکی بالش رو سبت نام کرد تو دانشگاه ادبیات و سومی با سیلی گوش خودش رو ری استارت کرد. ولی وایسا، اگه علم همینجوری بره جلو، فردا یکی اختراع میکنه که قبل از حرف زدن یه نوتیف میده. این حرف به درد میخوره یا حذف شه. حالا اگه با این تماسا حال کردی، اگه میخوای هر هفته با عجیبترین اختراع قهقه بزنی و اگه مشتاقی بدونی مخترع بعدی قرار دماغو شارژر کنه یا نه، چینل جوک باکسو سابسکرایب کو، ویدیو رو لایک کو و کامنت بان که کدوم اختراع ترکوندت. راستی اگه یه روز جورابی ساختی که خودش با 2 تا پا بره تو لباس شیوی، حتما زنگ بزن، چون ما دقیقاً دنبال همین مغزای شل و پلوکیم تا دیدار بعدی. با مغزهایی که از خواب جمعه هم خلاقترن. خدافز، مخترع بازای جوک خور.